نقش رستم تنها آلبوم سنگی جهان که 3500 سال تاریخ ایران رو در دل خودش جای داده، ایلامی، هخامنشی و ساسانی. هرچند نقش رستم در نگاه اول چون کوه استوار ایستاده و فکر میکنیم برای همیشه میماند، اما در زیر این اثر جهانی خبرهای بدی به گوش میرسد. خط طولانی تقریبا وجود اومده و خیلی هم عمیق هست. کعبه زرتشت هم تاریخ ایران رو داره ترک میکنه، البته آرام و بی صدا. دو تا ترک با موازی همدیگه شکل گرفتن و محل تلاقی این دو تا ترک میشه کعبه زرتشت که ما اثر یکی از اون شکاف‌ها روی دیواره بنایی کعبه زرتشت داریم می‌بینیم. واقعا اگر به دادش نرسیم یعنی این کعبه زرتشت داره بلعیده میشه به نوعی. در تخت جمشید هم تاریخ ترک برداشته. در تخت جمشید و نقش رستم ما اونجا آهک داریم و چون چاهای زیادی زده شده و سطح سفره آب رو میندازن زیر رس، مثل که یه ستونی رو از زیر رس برداریم. از 100,000 حلقه چاه کشاورزی در فارس 20,000 حلقه در شهرستان مردش حفر شده و بدتر از همه زراعت‌های پرآبر مهمترین